به نام خدا، سلام و عرض ادب. امیدوارم هر جایی که هستید خرم و خندان باشید. چرا رسانه ها اینقدر سمپراکنی علیه بریکس میکنن؟ خب در فضای رسانه‌ای ایران و به طور کلی در فضای رسانه‌ای جریان اصلی میبینیم که هر روز مباحثی رو علیه بریکس و کشورهای عضو بریکس و تصمیم‌های بریکس و مشخصا در رابطه با اقتصادی که محوریتش با چینه مطالبی رو منتشر میکنن. در اندیشکده هاشون مطالب خیلی سنگین و توهین‌آمیزی علیه کشورهای بریکس و فضای تیره و تار نشون میدن و این در حقیقت این مقالات رو منتشر میکنن و اون موفقیت های بریکس، کشورهایی که عضو بریکس هستن و اقداماتی که این کشورها انجام دادن، هیچ کدومش منعکس نمیشه در فضای رسانه‌ای دنیا. خب کاملا مشخصه که یک سانسور خبری مهمی اتفاق داره میفته و دارن اون فضای جدیدی که در عرصه اقتصاد بین الملل هست همه رو میپوشونن و خب کشور ما هم جزو کشورهایی است که بیشترین تأثیر رو از این سمپراکنی ها گرفته. متاسفانه نه مردم ما و نه مسئولین متوجه این مسئله نیستن. باید دوستان آگاهی بخشی بکنن به مردم و مسئولین و ازشون بخوان که وارد این سیستم اقتصاد بین الملل جدید بشن، بتونن فضای خوبی رو باز بکنن برای کشور، بتونن نقش پیشتازی رو برای ایران قائل بشن. خب الان فضای دو قطبی است. یک فضا مرتبط است با اون نهادهای بین المللی که دیدگاه‌هایشون دیدگاه‌های مرتبط با قرن 20 هست، دیدگاه‌هایی هست که خیلی انحصار طلبانه عمل میکنه، همه چیز رو تبدیل به یک اسلحه میکنه، تسلیحاتی میکنه، دلار رو تسلیحاتی میکنه، سویفت رو تسلیحاتی میکنه، IMF، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، اینا همش یک ذهنیت عقب مونده‌ای دارن و همون ذهنیت استعماری رو دارن. از سال 2008 به بعد، 2008 تا 2010 که به خاطر اون بحران‌های مالی سعی کردن تا حدی در قوانین IMF تغییراتی ایجاد کنن، اصلاحاتی رو انجام بدن، دیگه هیچ اتفاق مثبتی انجام نشده، در حالی که بریکس سعی کرده دایره شمول بیشتری رو برای کشورها قائل بشه و فضاهای مناسبتری برای مبادلات بین المللی رو بین کشورها ایجاد بکنه. سیستم وامدهی رو سیستم خیلی بهتری قرار داده، فرصت‌های خیلی بهتر در چارچوب مبادلات دو جانبه ارزی که بین کشورها تعریف کرد و اون محوریت یوان یا رنمینبی که تعریف کرد و کشورها به خصوص در 4 سال اخیر حدود میشه گفت که 5-6 برابر اقبال بیشتری نشون دادن به بحث رنمینبی و یوان. خب چرا این اتفاق در حقیقت اینقدر به تدریج داره اتفاق میفته و البته الان میگم شتاب خیلی بیشتری گرفته، به خصوص اگر حباب هوش مصنوعی هم بترکه که احتمالاً تا الان ترکیده، کشورها با یک سرعت زیادی میرن سراغ این بدیل ها و این بهتره که بدیل ها رو ما همین الان سراغش بریم و بتونیم از این بدیل ها استفاده کنیم. فرصت هایی که برای ایران مهیا هست، بهترین شرایط تاریخی هست که متاسفانه فرصت هایی که برای ما هست تبدیل به تهدید میکنن. یعنی یه جور معکوس دیدن معادلات بین المللی و اقتصاد بین الملل هست. خب ما با دولتی روبرو هستیم در ایران متاسفانه که یک تهدید محض مثل کریدور زنگزور رو ایشون میگه من به فرصت تبدیل میکنم، ولی فرصتی که تو این مبادلات بین المللی وجود داره و فرصت خالص هست و 100% به نفع ایران هست، اینو تبدیل به تهدید کرده و متاسفانه هر روز سمپراکنی دارن میکنن علیه این مسئله که ما باید از این مبادلات فاصله بگیریم. خب اینکه چرا تدریجی هست، مسئله اصلی این هست که خب چینی ها بین خودشون یک مناقشات خیلی زیادی بوده بین اقتصاددان هاشون که همشون به نظر من جزء باهوش‌ترین افرادی هستن که گزینش شدن در این سیستم و یک بحثی که و مناقشه‌ای که بین اینها هست این بوده که آیا ما اجازه داریم در همون مسیری که آمریکایی‌ها قدم گذاشتن قدم بگذاریم و همون اشتباهات اینها رو تکرار بکنیم؟ یعنی بیش از حد، خیلی بیش از حد کاری که آمریکا کرده، خیلی بیش از حد اقتصاد خودش رو مالی کرده و اقتصاد مالی چربیده بر بخش صنعت و بخش اقتصاد واقعی و تولید آسیب دیده. خب اگر چین بخواد به یک هژمونی جهانی تبدیل بشه و سیستم رنمینبی کل دنیا رو احاطه بکنه، خب همون مشکلاتی که برای آمریکا به وجود اومد برای چین هم به وجود میاد. الان اگر رنمینبی یا هم یوان، البته یه تفاوتی دارن مثل ریال و تومان دیگه، اگر تبدیل بشه به یک ارز جهان روا، طبیعتاً باید همون
ارزهای هارد کارنسی ها، ارزهای در واقع جهان روایی مثل یورو و مثل دلار رو تبدیل بکنه به یوان. و خب یعنی بحران هایی که در همون عرضه بیش از حد نقدینگی در دنیا وجود دارن، این منتقل میشه به یوان. و در کشور چین این ایده وجود داره که ما نباید به صورت خیلی یهویی وارد این سیستم بشیم. و خب اون برنامه 15 برنامه توسعه 5 ساله‌اش نوشتن در رابطه با آرندبی، یعنی کمربند جاده راه ابریشم، و اون میزان اعتباراتی که بخشیدن که الان حدود 480 میلیارد دلار اعتبار بخشیدن، وام میدن به کشورهای دیگه که بیان سرمایه گذاری بکنن در آرندبی، که همین حدود 373 میلیارد دلارش در همین 3 سال اخیر ایجاد شده. یعنی اینقدر نقش پررنگتری چینی ها برای خودشون ایفا کردن در و قائل شدن در آرندبی و اینکه به کشورهای دیگه ارز خودشون رو اختصاص دادن. اما همونجا هم وقتی ما این برنامه 5 ساله 15 رو مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که اونجا هم به این مسئله اشاره دارن که ما مثل آمریکایی ها نمیخوایم یک نهاد بی‌در و پیکری ایجاد بکنیم و به راحتی بتونیم تولید خلق نقدینگی بکنیم و اینها. ما با یک هدایت پشت صحنه‌ای که در اقتصاد خودمون هست این سرمایه گذاری ها رو انجام میدیم. اشتباهات آمریکا رو پی نمیگیریم. یک و دوم این که کاری که پارسال همین موقع ها انجام دادن، یعنی سیستمی که سیستم پترودلار رو تغییرش دادن، با عربستان سعودی و معادل 2 میلیارد دلار یوان وام دادن به عربستان سعودی و یک شکاف خیلی مهمی در اون سیستم پترودلار، سیستمی که دلار میدن و نفت میگیرن، ایجاد کردن. یعنی اون پاشنه آشیل و اون بنیاد دلار رو میزنن، اما بقیه فرایندهایی که اشتباه هست مثل آمریکایی‌ها تکرار نمی‌کنن. این نکته خیلی مهمی است. و در کشورهای دیگه مثل آفریقا، مثل آسیان و منطقه آسیای غربی هم وارد معادلات و مبادلات بین‌المللی از طریق یوان شدن، از جمله همین 2 ماه اخیر در آنگولا و اتیوپی و چند تا کشور آفریقایی دیگه که اینها وام هایی که از صندوق بین‌المللی پول گرفته بودن اینها رو تهاتر کردن با یوان. و خب برای این کشورها خیلی بهتر هست که از این سیستم استفاده کنن. کمان که شما میبینید اون میزان سودی که کشورها باید پرداخت بکنن برای اوراق قرضه 10 ساله آمریکا حدود 4.2% هست، در صورتی همین مقدار وام، یعنی همین اوراق قرضه 10 ساله‌ای که از چین میخوان بگیرن، خیلی درصد پایینتری، حدود اصلا 2% هم نیست، حدود 1.8% هست. طبیعتا کشورها بیشتر به این سمت میرن و طبیعتا سراغ کشوری میرن که بیاد در کشور اونها سرمایه گذاری بکنه، کمان که در آفریقا، در ساحل عاج و بسیاری از کشورهای دیگه این کار رو انجام میدن. خب آمریکا این معادلات رو با تمام توان خودش میخواد جلوشو بگیره و خب اون مؤسسه هاتسون که یک نهاد نومحافظه کار هست و من بارها تاکید کردم که ما بهترین فهم از سیاست خارجی آمریکا رو با مطالعه این نهادهای اندیشکده‌ای، مؤسسه هاتسون مثلا در این رابطه که قبلا آقای پامپئو و خانم نیکی هیلی جزو سرانش بودن، الان مقالات خیلی زیادی نوشتن که ما چیکار باید بکنیم که جلوی یوان رو بگیریم. و خب حالا مدل‌هایی رو پیشنهاد، مقالاتی نوشتن، مدل‌هایی پیشنهاد کردن و همون کسایی که اون مقالات رو نوشتن اونا ترجمه شدن به فارسی، ولی متاسفانه اون ذهنیت چینی‌ها و روس‌ها در رابطه با اینکه ما بیایم مبادلات بین‌المللی رو با ارزهای خودمون انجام بدیم، این انعکاس پیدا نمی‌کنه در فضای ایران. و طبیعتاً شما نمیتونی انتظار داشته باشی که به نفع منافع ملی کسی تصمیم گیری بکنه، چون یه نهادهای بسیار مشکوک و رسانه‌های خیلی عجیب غریبی هستن که فقط همین افکار عجیب غریب و مریض این اندیشکده ها رو منتقل میکنن و این منعکس میشه در ذهن و زبان مردم ما متاسفانه. خب آمریکایی‌ها دیدیم که در 2 ماه اخیر ترامپ یه سفری کرد به حوزه آسیا شرقی، به کره جنوبی، ژاپن و استرالیا و خب خیلی بعد اعلام پیروزی کرد، گفت که من این کشورها رو از حوزه تجاری چین خارج کردم، در صورتی که بلافاصله بعدش کشورهایی مثل همین سنگاپور و همون 3 تا کشور و حتی فیلیپین مبادلات رفتن با چین قراردادی منعقد کردن و مبادلات تجاری خودشون رو گسترش دادن، به نحوی که الان آمارها میگه که میزان مبادلات تجاری کشورهای آسیان با چینی ها حدود 771 میلیارد دلاره.
و این خب نشون میده که گسترش بیشتری پیدا کرد. اون نهادهایی هم که جزو بخش چینی بریکس هست مثل CIPS که حدود 10 سال هست، تقریبا فکر کنم بیش از 10 سال هست که قدرت پیدا کرده، یعنی شروع شده و الان در همین 3 سال اخیر بسیاری از کشورها بهش ملحق شدن. 4800 نهاد بانکی عمده بهش ملحق شده. الان حدود 12.7 تریلیون دلار مبادلات مالی دنیا به یوان داره انجام میشه در سیستم CIPS و خب خیلی کارایی بیشتری داره. یعنی مثل این هست که شما بخوای BYD رو فرض کن با فولکس واگن یا تسلا مقایسه کنید که الان دیگه تقریبا همه خودروسازا اذعان دارن به این مسئله. حالا 2 سال پیش ما اینو میگفتیم خیلی فحاشی و بیادبی میکردن بعضیا، ولی الان دیگه وقتی که اومد تو ایران چند نسخه‌ایش و دیدن که چه تفاوت تکنولوژیکی با اون مدل های غربیش داره، الان به این نتیجه رسیدن که در واقع تکنولوژی هایی که در چین هست خیلی سرآمده نسبت به تکنولوژی های غربی. همین مدل در سیستم های مالی چین هست، خیلی بهتره، درصد خیلی پایینتری داره و برای اولین بار در تاریخ اتفاقی که افتاد این بود که اوراق قرضه‌ای که در چین چاپ میشد در کشوری مثل اندونزی به مردم ارائه شد. حدود 480 میلیون دلار این اوراق فروخته شد. البته عرض میکنم چین مثل بسیاری از مسائل دیگه با احتیاط، یعنی مثل آمریکا نیست که فقط با قلدر معابی، فقط با تهدید، فقط با اینکه من دنبال دنیا هستم. اصلا فرهنگ چینی ها اینجوری نیست و حتی دیدیم که اونها در معادلات ژئوپلیتیک هم به موقعش البته دندان نشون میدن و خب در ویدیو قبلی هم برای دوستان توضیح دادم که ژاپن اگر بخواد در رابطه با جزیره تایوان بحثایی مطرح بکنه با شدت و غلظت اونا واکنش نشون میدن، ولی خب چینی ها کسانی هستن که دنبال انتقام اون 35 میلیون نفری که ژاپنی‌ها از اینها کشتن نبودن هیچ وقت و سعی کردن فراموش بکنن، برخلاف غربی ها که وقتی آلمان رو تسخیر کردن جنایات خیلی عجیب و غریبی نشون دادن که اون در کتاب فاتحان جهانی نوشته لوئیس مارشال این مطالب منعکس شده که اینقدر وقیح و زشت هست که نمیشه گفت بعضیاش که کارهایی که با خانم ها و بچه‌ها کردن، یا اون بمباران درستن که الان همین هم دارن تحریف میکنن. یعنی قبلا شما سرچ میکردید درستن کاملا به شما میگفتن که چجوری 300,000 نفر از مردم عادی، یعنی بیش از حمله ناکازاکی و هیروشیما در ژاپن، در درستن آلمان کشته شدن. ولی در حقیقت چینی ها با یک ذهنیت بسیار صلح طلبی سراغ این مسئله بودن. ما باید از این فرصت استفاده بکنیم و در حقیقت اون مدل هایی هم که در بریکس هست، از جمله ایجاد سبد ارزی که الان در ذهنیت افراد بریکس هست که البته موانع خیلی عمده‌ای داره، از جمله فرض بفرمایید کشوری مثل امارات، کشوری مثل اتیوپی، هند، اینها همیشه سنگ اندازی و مانع تراشی کردن. اما این بحث سبد ارزی و بریکس پی بحث جدی هست، با یک شتاب خیلی کمی ادامه پیدا میکنه. به هر حال حتی شما این مسئله رو نپذیرید، اون بحث سبد ارزی که البته در خود نظام دلار محور هم مطرح شده بود، 1969 این بحث مطرح شد و گفتن ما به جای دلار این 5 تا ارز جهان روا رو بذاریم کنار هم دیگه و یک برابری با طلا نسبت به اینها هم ایجاد کنیم، فقط دلار نباشه، یعنی یه میانگین بگیریم، مثلا پوند استرلینگ ین ژاپن و دلار آمریکا و مارک آلمان و اینها باشه و اینا رو حالا یک میانگینی بگیریم و حالا در حقیقت بتونیم یک مدل تکمیلی نسبت به نظام دلار ایجاد بکنیم که خب IMF و صندوق بین‌المللی پول به لحاظ ظاهری اینو ایجاد کردن، اما خیلی نمیذارن کشورهای دیگه استفاده کنند و بعد از 1973 هم که نظام برتون وودز یعنی نظام طلا محور از بین رفت، سعی کردن که خب همون یک میانگین بگیرن، یعنی دیگه برابری با طلا ایجاد نشد توی این سیستم که خب بریکس هم دنبال این مسئله هست و مثل IMF میخواد سنگ اندازی نکنه، میخواد اجازه بده که کشورهای مختلفی بیان استفاده کنن، کمان که خیر و برکت‌های زیادی به کشورهای مختلفی رسونده، حتی کشورهایی که در دایره غرب تعریف میشن و شما بحث آرژانتین رو دیدید و آقای خاویر میلی که خب خیلی به صراحت گفته که من طرفدار غربی ها هستم، ولی بعد دیدیم که مشکل بدهی پیدا کرد، رفت سراغ چینی ها و اون قولی که اونها دادن که 18 میلیارد دلارش رو
اون وام هایی که داشت معاوضه کنن، یعنی تهاتر کنن با وامی که چینی ها به آرژانتین میدن. و بعد دیدیم که حالا اتفاقاتی افتاده و دیگه آمریکایی سعی کردن که به سمت خودشون بکشونن آرژانتین رو. بنابراین این مسئله اگر ما ذهنیتمون ذهنیتی باشه که اونجایی که تهدید هست تهدید نبینیم، فرصت ببینیم، و اونجایی که فرصت هست تهدید ببینیم، واقعا به منافع ملی ایران سالهای سال لطمه زدیم، با حیات نسل‌های بعدی بازی کردیم که نباید این کارو بکنیم. الان متاسفانه این وضعیت تو کشور ما اتفاق افتاده که یک نهادهای آدمخور مالی در کشور ما مثل همین بانک‌ها و خیلی از راندخورهای دیگه‌ای وجود دارن، چنبره زدن بر اقتصاد ما. اینا با ستاره ریا، ربا و راندخاری کشور رو متاسفانه تسخیر کردن و از اون طرف هم فشار آوردن روی اقشار کم درآمد و اقشار حقوق بگیر، سرکوب دستمزدها، از اون ور تورم که خب به نظر من در آستانه جوشه، در آستانه انفجار هست این مقدار سرکوب دستمزدها که تقریبا میشه گفت که میلیون ها نفر رو، به نظر من حداقل 10 میلیون نفر در کشور آسیب پذیر ایجاد شده و خود ما هم البته جزو این مسئله هستیم، با پوست و گوشت خودمون لمس میکنیم که چه اتفاقی افتاده. و از اون طرف وقتی که این همه آسیب زدیم، زخم ایجاد کردیم به این طبقه جامعه، از اون طرف هم میایم در رسانه‌های خودمون پول میپاشیم با اتحاد با رسانه‌های اونور آب، با اتحاد با اینترنشنال و بی بی سی و اینا، همون حرفایی که اونا علیه روسیه و چین میزنن شما تو رسانه‌های اینور هم پیدا می‌کنید، رسانه‌ای که وابسته به دولتن، نزدیک به دولتن، که مرتب روز هراسی، مرتب سایت‌های مثلا مثل انتخاب، عصر ایران، حالا دیگه اون فضای اینستاگرام که بسیار مسموم هست که دیگه هیچ، واقعا خیلی خطرناک. ولی همین الان شما تو سایت انتخاب برید ببینید، بعد از حمله اسرائیل به ایران تو همین چند ماه اخیر رو برید ببینید، افرادی رو آوردن مرتب علیه روسیه دارن حرف میزنن. خب کی حمله کرد؟ یکی اگه اطلاع نداشته باشه که کی حمله کرده به ما، فکر کنه روسیه حمله کرده و افراد خب دیپلمات‌های خیلی کمتر شناخته شده رو دعوت کردن حتی که بیان علیه روسیه حرف بزنن، علیه چین حرف بزنن. و خب طبیعتا مردم وقتی عصبانی میشن و حق هم دارن که عصبانی میشن، و بعد خوراک تبلیغاتی اونها هم از که میاد تو ذهن شما که مقصر در حقیقت چین و روسیه هستن، یعنی فرصت رو تبدیل به تهدید میکنن، خب طبیعتا میره به اون سمت فضای افکار عمومی که به این منجلاب کشیدن و کشور ما رو دچار این بحران‌های خود ساخته کردن و باید زودتر به این مسئله رسیدگی بکنیم. خب خیلی ممنون از اینکه عرایض بنده رو گوش کردید. از همه دوستان التماس دعا داریم، ما رو از دعای خیرتون بی‌نصیب نکنید و ما رو حمایت کنید. سپاسگزارم. خدا نگهدار.